شبا سردی شد. داستان چیه؟ از این سردتر هم میشه. پدرتو نگاه کردی؟ فکر میکنی بتونی کاری واسه این بچه بکنی؟ فکر نمی‌کنم. مطمئنی؟ حتما باید یه کاری واسش بکنی. چند روز وقته؟ 5 روز. حتما باید یه کاری واسش انجام بدیم. اینجوری نمیشه. این بچه واقعا حقش این نیست. جرمش چیه؟ هیچی. این بچه چند تا ویدیو از خودش گذاشته تو فضای مجازی. الان هم هرچی دنبالش گشته همه تونستن پیداش کنن. الان هم تنها کاری که میکنیم خودمون باید بکنیم. 5 روز خیلی وقت کمیه. واسه تو هیچ کاری نداره. کارهای قبلی که کردی خیلی بزرگتر بود. این بچه رو یه جوری راه بنداز. بردنش یا نه؟ اگه نبردنش میشه یه کاری واسش کرد، ولی اگه بردنش که دیگه دیر شده خیلی. هست. حتما باید یه کاری واسش بکنیم. اینجوری که نمیشه. اون مثل دعاش هم بود. این کار واسش کردی نکردی نداره. باشو بریم. پس پرونده رو بسته بدونم. حل تموم شد. تازه شروع شده. آره اینجوری تموم نمیشه. که بدونی چقدر رو خودم چاقو کشیدم. من هنوزم خیلی شبا خوابم نمیبرم. تو فکر میکنی کیمون اون روزا که فقط خودم پیش خودم